إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. آیا در قرآن برای زنان مؤمن هم مثل مردان حوری در نظر گرفته شده است یا اینکه نه؟ الحمدلله. معنای کلمه حورالعین چیست؟ اول، معنای کلمه حور از سفیدی گرفته شده است، با معنای زنان سفید، و عین یعنی چشم گشاده و فقط برای زنان به کار برده می شود. و از آنجایی که در دنیا مردان به خواستگاری زنان می روند، مردان طالب هستند یعنی طلب کننده زنان هستند و زنان مطلوب یعنی طلب کرده شده هستند. برای همین خداوند حوران بهشتی را در قرآن ذکر کرد تا تشویق شوند. ولی از آنجایی که مسئله جنس چیزی است که نفوس بشر چه زن و یا چه مرد باشد به آن میل پیدا می کند، برای زنان نیز مردان در بهشت بدون شک وجود دارد. بنابراین اگر زنی وارد بهشت شود که در دنیا ازدواج نکرده بود یا که شوهر نکرده بود، یا اینکه شوهرم کرده بود و در آخرت شوهرش دوزخی شده باشد، مردانی که در دنیا زن نداشتند و اینکه زنانشون در آخرت دوزخی شده باشند، می توانند با هم ازدواج کنند. و نگفته نماند که در بهشت دیگر ممنوعیت وجود ندارد و هر آنچه نفس اشتها پیدا می کند آن را می یابد، چی برای زنان و چی برای مردان. همانطوری که در حدیث شریف ذکر شده است که در بهشت چیزهای وجود دارد که نه کسی آن را دیده است، یعنی نه چشم آن را دیده است و نه گوش شنیده است و نه به قلب کسی احساسش رفته است، خطور کرده است. و وظیفه یک بنده این است که سعی و تلاش خود را برای اعمال صالح سعی کند تا به آن بهشت جاودان برسد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: خداوند در حدیث قدسی می فرماید: من برای بندگان نیکوکار خویش چیزهایی را در بهشت مهیا نمودم که نه چشمی آن را دیده است و نه گوشی شنیده است و نه در دل کسی احساسش رفته است. هیچ کس نمی داند که در بهشت چگونه نعمت‌هایی هست. البته که برای ما و شما معلوم است که پیامبر یا که ادعای که در قرآن وصف بهشت آمده است، ولی عقل انسانی و شعور انسانی آن را درک کرده نمی تواند. و خداوند متعال در قرآن می فرماید: ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. و برای شما در بهشت آنچه که نفسهایتان میل می کند برای شما در آنجا پیدا خواهد شد. و می فرماید: و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. و می باشد در بهشت آنچه که نفس میل می کند و چشمها از دیدنش لذت می گیرد و شما در آنجا یعنی در بهشت جاودان خواهید ماند. اللهم ارزقنا. خدایا پروردگارا ما را وارد این بهشت بگردان و تمام مسلمین را وارد این بهشت جاودانت بگردان.